واکسن آنفولانزا رو بزنیم یا نزنیم؟ این سوالی که هر سال پاییز از ما پرسیده میشه. خیلی فکر میکنن واکسن آنفولانزا فقط مخصوص سالمنداست، ولی واقعیت یه چیز دیگه است. ویروس آنفولانزا ویروسیه که هر سال تغییر پیدا میکنه، پس واکسنی که براش ساخته میشه هم باید هر سال آپدیت شده باشه. واکسن آنفولانزا برای بعضیا واجبه که بزنن، کسایی که بیماری قلبی، ریوی، دیابت و یا ضعف سیستم ایمنی دارن. برای بعضیا هم بهتره که بزنن، مثل کادر درمان، خانم‌های باردار و سالمندان بالای 60 سال. ولی حتی آدم‌های سالم هم با زدن این واکسن کمتر مریض میشن و اگر بگیرن هم خفیف‌تره. حالا خیلی میگن ما پارسال واکسن آنفولانزا رو زدیم ولی باز هم آنفولانزا گرفتیم. ببینید ویروس آنفولانزا ویروسی که همش تغییر پیدا میکنه و واکسنی که میسازن علیه 80% میتونن واکسن بسازن، چون باقیش همش آپدیت میشه و از بعد شانس ممکنه شما اون 20% باقی مانده رو گرفته باشید. از طرف دیگه خیلی فرق آنفولانزا و سرماخوردگی رو نمیدونن و سرما خوردن و فکر میکنن آنفولانزا گرفتن. فرق سرماخوردگی و آنفولانزا رو توی پست بعدی بهتون میگم.